عین حال در خط علاقه با ما مهمونی دعوت کرده‌ایم. یکی از شخصانی که شما همه میشناسید، یکی از شخصانی که شناسایی زیچ نمیدونم دوستی هم داشته باشد، اینو میپرسیم، همکاری هم داشته باشد میپرسیم. با محمد روزی اسکندرов داشت. دادا جان عطابلویف است و از کارگردان خواهش میکردیم که این کس را همراه کنند. السلام علیکم محترم دادا جان عطابلویف، خوش آمدید به برنامه ما. درود بر شما و درود بر هموطنان و تماشابینان. یک بار صدای سنجیم، صدا خوب میرد یا نه؟ من فهمید صدام صدا خوب است. در مقدمه این سخنرانی میخواهم که پیش از همه تعزیه خود را، همدردی خود را، تسلیت خود را به تمام قربانیان بدخشان و اسفره برسانم و میخواهم از شما منتداری کنم برای آن بنیاد بزرگمهر یارو که واقعا یک سازمان پراحزبی و پراگروهی و از همه مهم بسیار سازمان گومانیستی است که شما درباره زندانیان ما که بهترین شخصان تاجیکستان هستند فکر میکنید، کمک میکنید، در غم آنها هستید. برای من بسیار مشکل است سخن گفتن وقتی که درباره دوستت، یک نفری که همراه بودی، همسفر بودی، همراز بودی، خیلی و خیلی مشکل است. این همه سالهایی که محمد روزی اسکندرov در زندان است، واقعا من هم خودم را در زندان حس میکنم. من میخواهم که یک چند لحظه هایی که در مطبوعات نیست، در رسانه ها نیست، به شما قصه کنم و این نقل ها هم، این حکایت ها هم باری نخست صدا میدهم. من با محمد روزی اسکندرov سالی 2004 اولین بار شناخته بودم در شهر بیشکک. در اون باخوری ما با چند نفر دیگه دوستم از دوشنبه بودن و همین در یک توی اشتراک کردیم. بعد دو سه روز همراه خود بودیم و وقتی که محمد روزی اسکندرov به دوشنبه رفت، همراه خودش چند پچکه چراغ ریز هم برده بود. بعد اسکندرov نکرد که وقتی که به امام علی رحمانو بخوردم، رحمانو دیدم که در بالای میز رحمانو شماره 9 چراغ ریز میستد. بعد هم رئیس شما این روزنامه میخونید که پرزیدنت جواب میدهد که همون روزنامه هایی که تو آوردی تقسیم کردی یک دانش به من هم رسید. واقعا باید گفت که محمد روزی اسکندرov یکی از وزیران دوست داشته رحمانوف بود. برای اینکه اسکندرov در عائله یک آدم ثروتمند به وای رسیده است، اصلا در وی خوی غلامی نبود، با همه آزاد گپ میزد. وقتی که ما به مسکو اومد، به بسیار شخصیت های مسکو، وکیلا، گنرال ها، بسیار آدم های معروف از دستگاه رئیس جمهور هم رسیم بخور اهمیت میدادم که مثل تاجیکا دستش نمی رزید، مثل تاجیکا خودش گم نمی کرد، آزاد، همچون یک شخصی برابر، همچون یک شخصی که خودش احترام میکند صحبت میکرد. عجیبش این است که شناسایی غایبانه ما با محمد روزی اسکندرov بسیار ناخوب آغاز یافته بود. یادم هست سال 2001 من یک مقاله نوشته بودم بعد این هجوم به واشنگتن و نیویورک، بعد حادثه های 11 سپتامبر دهشتبار، و اونجا گفته بودم که بسیار عجایب است که در تاجیکستان مجاهد رهبری حزب دموکراتی شد. گمان داشتم که محمد روزی از این خفه می شود، ولی در همون صحبت هایی که هم داشتیم یک بار خندید و خلاص. وقتی اسکندر با مسکو اومد، واقعا اسکندر بسیار خوب پیشواز گرفتن. اشکارا میگویم میخواستن که در آینده در قدرت اسکندر ببینن، لیکن من میخوام برای حکومت تاجیکستان، برای حکومتداران تاجیکستان گویم که از دست دادن چنین مخالفین به سود آنها نیست.
زیرا بارها در چندین صحبت ها به اسکندر رو پیشنهاد کرده بودند که ما برای تو همه شرایط فراهم می‌آوریم که تو میتوانی با راهی غیر معمولی بدون انتخابات با راه‌های غیر رسمی یعنی غیر معمول حکومت گیری و بگید نه من نمیخواهم که در تاجیکستان باز یک قطره خون ریزد و واقعا او میخواست که با واسطه انتخابات در یک رقابت سالم در یک مبارزه سیاسی در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند و بعدا دیگر وقتی که اسکندر در مسکو پیدا شد حکومت واقعا در روزنامه‌های مسکو چندین مصاحبه ها داد در نوای گزیته یادم هست در وری نوشته در کمیرسند در روزنامه‌های دیگر و این چی آورد یک نوع هم رشک حکومت تاجیکستان می آورد و هم در دل آنها خطر ایجاد میکرد آخران ما یک سفر داشتیم به یکی از کشورهای دیگر خاطرم هست ما در بعد خوردیم من از وی پاسپورت وی گرفتم گذرنامه اسکندرف بلیت فرموده بودم باید که به کاسه برم بلیت گیرم بعد وقتی ما شده بودیم گفت که من به مترو وی میروم به مترو نزد حاج حلیم میرم همون حاج حلیم نظرزاده که اون وقتا در کدام دانشگاه حربی رشته میخوند مثلا نخود داریم پیش از سفر این بخوری مهم باشد بگو که مسئله تاجیکی که میونی کارم در کنار دیگه ما یک خواهش کرد باید بخورم بعد به تو زنگ میزنم بگو پرواز بکنیم من پاسپورت اسکندر رو گرفتم و آمدم در کس بیده گرفتم به خانه آمدم تا پرواز 5 ساعت موند تلفنش جواب نمیداد 4 3 2 دیگه وقتی پروازم گذشت تقریبا ساعتهای 10 شب به من زنگ شد اول یک مرده گرفت که من چی هستم کارگری ملیسا هستم این دوست شما همراه ما است باید پاسپورتش بیارید من گرفتم پاسپورت اسکندر رو بردم در همون نمیدونم در یک کوچه گوزنان کردیم و خوردیم بعد من به اون ملیسا ها گفتم ساعت علکه قریب 11 شده بود به ملیسا ها گفتم که شما چی میدونید که این آدم کی است این آدم اصلا اوباش نیست تروریست نیست یک آدمی بدکار نیست این آدم شاید در آینده رهبری تاجیکستان شد این خیلی صحبت کردم دیدم که ملیسا ها کمتر مایل شدن بعد من پیشنهاد کردم که میشود که یک جای اوژن کنیم غذا خوریم البته مسکو یک شهری است خوب است در ناخنک بعد به کسی هر دیش نمیدونم $200 بود انداختم گفتم میریم اوژن بعد رفتیم در رستوران شیشتیم سر کنه ابسورد در رستوران شیشتیم این زنجیرهای دست محمد روزی کشودن اوژن کردیم وقتی که به توالت میرفت با ملیسا همراهش میرفتن بعد این دیگه رفت به به بازداشتگاه یگان گر روحیش وای نبود شکسته نبود فقط اشکارا میگم من این گپای در زندگی حاج حلیم گفته گشتم بین من و حاج حلیم یک بحثای جدی هم به عمل آمده بود بین من و حاج حلیم رادیوی آزادی نوشته بود روزنامه نگاه روزنامه های دیگر خیلی بحثای تون بود از جمله درباره آن که در بازداشت محمد رضا اسکندر حاج حلیم دست دارد و این سفر ما بسیار مهم بود و من به اسکندر گفته بودم که به کسی التماس قبل نزن یکی میدانستم احساس میکردم که ما که به حاج حلیم هم زیاد میخوریم و حتما به فکرم از این سفر به حاج حلیم خبر داد و دیگه بازداشت شد بعد بازداشت محمد رضا اسکندر ما بسیار مبارزه جدی سر کردیم در مطبوعات و در تشکیلات‌های بین‌المللی و آخر Европейскую программу человека دادگاه اروپا قرار برد که محمد رضا اسکندر آزاد کرده شود و از مسکو از زندان مسکو اسکندر آزاد شد وقتی که وی به من زنگ زد گفت میخواهم که یک تلگرام نویسیم به نام پوتین که مرا آزاد کرد متن تلگرام به فکرم یک جمله بود дорогой Владимир Владимирович вы мне подарили свободу я эту свободу делюсь со своим народом که این هم در بسیار گزیته ها همین سخن ها همین سپیچ محمد رضا اسکندر هم خیلی شده بود پنج شده بود حتی که اسکندر رو آزاد کردن این دوستای مسکو خواهش کردن که
یک مدت اسکندر رو تماما از خودش درک ندهد، صدا نبرد. و وقتی هم که من با اسکندر صحبت میکردم، ما بخوردن نتونستم به اسکندر رو، برای اینکه باید که پنهان میشد، یک اونجا نمی آمد. من با وی صحبت میکردم و هر بار سیم کارت با قیچی میبریدم، بعد میبخشید در همون در توالت میپرتاختم، تمام. فقط همین خبرگاه و در 2 روز یا یک بار گپ میزنیم. بعد در دوشنبه خبر میدهند که محمد وزیر چی کرده است. کنفرانس مطبوعاتی با ژورنالیستای تاجیکستان آدمی که خواهش کرده بودن که باید که بیگانجا زنگ نزنید، از خودت بیگانجا درک ندهید. این بعد آزاد شدنشون هم؟ بله بعد آزاد شدن اپریل 2005. بله. بعد دیگر همین صحبت ها دوام کرد. برای وقت باید که در دوام 10 روز گذرنامه نو تیار میکردن و با یکون کشور دیگر سفر میکرد که واقعیت تماما رنگ عجایب گرفت. یا روز بینم که یک مقاله بازی اسکندر رو در چند گزیت چاپ شده است. مثلا در انیق دریاد هم هست، در نیزوی اسم گزیت و در مسکو کمسومولیت. یک مقاله عیناً هر قدر پول بسیار هم که چاپ نمی شود، هیچ نیست، صلاحی دیگه میکنن یا که شکلش دیگه میکنن. هر کسی که برای اکلام و پیار مشغول است اینو خوب میدوند. ولی من با خودم گفتم که یعنی یگان گپ جدی هست. علاقه به قضیه اسکندر رو یک دست نیرومند از کریملین همراه شده. بعد معلوم شد که اینا یک تصادفای زندگی. در همون روزا سرگئی ایوانوف، اون وقت وزیر مدافع روسیه، وزیر دفاع روسیه، در مسکو در دوشنبه بود. از امام علی رحمان البته خواهش میکند که اسکندر رو بازداشت کنند و این مقاله های موضوعش یک چی بود که این تروریست است، این آدمکش است، این قاتل است، فلان. مثلا خدایا دیگه این کار خیلی مشکل شد. دیگه صحبتامو دوام میکرد با اسکندر رو که دیگر نمیدونم کدام از روزا بود، از تلفن‌های نه وای تلفن میکرد نه یک شناسی که بین من و وای بود. اون آدم هم دیگه غیب زد، از اسکندر هم دیگه درک نبود. من اولین بار در حیاتم با یک بیماری عجیب گرفتار شدم. یگان جای عضو بدنم در نمیکرد، یگان جا که فقط هم میخواستم آب میخوردم با خوبم میبرد. بعد چند روز بعد معلوم شد که بعد دوستای روسیه هم اعتراف کردن که اسکندر رو با سمالیات مخصوص، تصور کنید، سپیتسریز از فرودگاه چکالوک در سمالیات بغیر اسکندر و چند محافظی که محافظ و همون استواردیس ها کسی دیگری نیست بردن دوشنبه سپاریدن و پروکورور به انصاف تاجیکستان خدا دیگه وی زد، شرمنده شد، بچه‌ش حبس کردن، خودش هم منصب گرفتن، از همه جا روندن. باباخانوف اعلام کرد که اسکندر خودش اختیاری به دوشنبه آمد و حجتایی هم که اسکندر رو به دوشنبه فرستاده بودن به نام بلاینوف بود. و فکرن در همین شتاب و سراسیمگی یکون فکر خوب به سرشون آمد. اینا گفتن که این بلاین به نام بلاینوف بردن تاجیکستان، به تاجیکستان سپاریدن. و البته این حکمی که در حق محمد وزیر اسکندر کردن بسیار ناانصافانه است. این سوختن حیات یک انسان است. وقتی که انسان یک بار به دنیا میبیاد اینا دیگه رحم فراموش میکنن، شفقت هم فراموش میکنن. من میخوام در همین جای یک چیزی گویم که از یک بدبختی تاجیکی ما گویم. وقتی که اسکندر رو به زندان کردن یگان حزب صدا بلند نکرد، یگان شخصیت از تاجیکستان صدا بلند نکرد. حتی بعضی آدما و بعضی گروه های سیاسی نمیخوام جزی کنن خورسندی کرده بودن و حتی برای رحمان هم گفته بودن که خوب شد که همون سیگارت کشی که داشته آوردید. انا این است چی میگن دنیای یک تاجیک. و ما در همین 15 20 25 سال بدتر شدیم و بهتر نشدیم. با جداتر شدیم، با پریشانتر شدیم، با بی‌انصافتر شدیم، با بی‌رحمتر شدیم و باز خودخواهتر شدیم. بله، در اینجا باز با تماشابینان میخواستم یک چیز دیگر رو در همین پرونده محمد روزی اسکندر در رابطه با اونه که شما گفتید نامش رو کیمچی دیگر کردن.
و دیگر نام روان کردن. وقتی که زیاده از 10 روز به نام و نشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی نگاه داشته می شود و اون خشتابارش هم خبر نمیدن و وقتی که خشتابار مراجعت میکنن که اقلا همین نان، لباس، یک چیزی همین محمد روزی اسکندرов رو قبول کنید، مقامات میگن که محمد روزی اسکندرов گفتنی چنین آدم نیست و یک ابریویاتور R.S گفتنی آدم بوده است. خیلی میگن که به همون R.S برده همین خوراک و لباس رتیه. لیکن ابراتکت یا که من گرفتم کسی باشد خیلی همه آدم باتیت میگن ما نمیشناسیم کسی هست نیست ما آوردیم خیلی محمد روزی که نباشد خلان همون آدم با بردتیت یک ثواب میشود و وقتی که ابراتکت میبیاد یعنی که همون قواز میبیاد در همونجا با حسن خط محمد روزی اسکندرov نویسه که فلان فلان مول و اموال رو من گرفتم. من این یک متدهای حکومت تاجیکستان فقط همیشه پنهان کردم. من صدها بار گفتم وقتی که حکومت حاکم از اهالی خود از خلق خود میترسد، وقتی که سودیا و پروکورور میگوید که ما قضیه فلان فلان انسان رو به غرض از جهت قانونی بررسی میکنیم ولی آن را پشت در پوشیده و در شب میگذراند کسی نمیداند، این نشان دهنده واقعی آن است که 100% میتوان گفت که قضیه چنین شخصان سیاسی است. این شخصان حداقل حقوق کمترین حقوق با بازنو دیدن پرونده خود را دارند. در اینجا میخواستم یک نشریه رو به خاطر شما بیارم. بینید آزی میکوبم. آزی در یک جا شما این وابسته به چیز است؟ وابسته به هفتم سیزد غیر نوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان و در خطر گفته های دیگر آدمان اینجا به روسیه آورده شده است. Нависто что критически восприняли итоги съезда Демпартии и находящихся в эмиграции представителей таджикской оппозиции, говорит издатель, входящий в Москве газеты «Рус» Дододжон Аторлоева. Немецкая волна выдаст, нашер карас Людвиг Гибельгаус. در اینجا سخنان شما آورده شده است. То, что произошло на съезде демократической партии, явилось для меня полной неожиданностью. Буквально накануне референдума Демпартия была на высоте и занимала принципиальную позицию, объявив бойкот референдума. А председатель партии Искандаров после референдума говорил о том, что организация этого голосования являлась абсолютно недемократическим актом, и значительная часть населения не участвовала в голосовании. Такие заявления Демпартии получили большую поддержку среди таджикского общества. Но сейчас эта партия отказалась от своей оппозиционности, взяв на себя тем самым ответственность за все действия правительства Рахмона. Тем самым они объявили себя соучастниками тех действий и преступлений, которые совершают сегодня власти Таджикистана. Хамин Сухануру соли 2003 21 июль чоп кардан дар ҳамин немецкая волна дар ҳаминҷо камтар равшанӣ меандохтед ки чӣ хел Маҳмадрӯзӣ Искандаров мисол аввал оппозитсионер буду баъд чӣ шуду ё ки чӣ омилҳо шуд ки ба гуфти шумо ва якбора тарафи ҳукумат шуд ва боз тарафи ҳукумат шуду боз ҷазо гирифт. این داستان اسکندر با حکومت مثل داستان بسیار برادران ما است که از زمان اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان بعد صلح به رحمانوف باور کردند. بیشترشان بسیار با صمیمیت باور کردند که میتوان با رحمانوف کاری کرد. یک دویم البته یک گروه دیگه به خاطر منفعت‌های شخصیشون مثلا برای کرسی وزیر شدن، ثروتمند شدن، دولتمند شدن. بدبختی در اون بود که اپوزیسیون گمان کرد که نه برای هدفها، نه مبارزه 5 ساله، مبارزه بهترین قهرمانی خودش به یک چیزای کوچک فروخت
نباشد اپوزیسیون شانسی 100% داشت که حکومت کاملا گیرد 2 سال دیگر اذیت به خودش روا بیند در همون کمیسیون مصالحه ملی شرکت کند و تیاری به انتخابات شود و من باور دارم که اگر اپوزیسیون به همین راه میرفت حتما در انتخابات آینده نفری که من نمیگم از مخالفین هر نفری را که اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان دستگیری میکرد در انتخابات آینده پیروز میآمد و بازم اینا به همون دام فریب و دام مکر و دام تزویری نه تنها رحمانوف افتیدن بلکه به دام نفس خود به دام خواهش های زمینی خود افتادن و عاقبت یک گروه کلان زندان شدند، گروه دیگر کشته شدند، گروه دیگر رو به هجرت آوردند. البته حتی بعد سالهای هم همین مردم ما، همین مخالفین ما هیچ سبق ناموختند. بعدا ما دیدیم که چقدر مخالفین دیگر به رحمانوف دوست شدند و عاقبت بدبخت شدند. از اپوزیسیون چی گیله وقتی که آدمایی که رحمانوف به سر قدرت آوردن، آدمایی که پشتیبان رحمانوف بودن مثل یعقوب سلیمو، مثل غفور میرزایو، اینا یکی زندان شد و آزاد شد و دیگری هنوز در زندان است. همین غفور میرزایو هم 100% زندانی سیاسی است. برای عقیده زندان کردن. وقتی که خیست از رحمانوف تنقید کرد، خیست از رحمانوف گپ زد، این یک قصه دراز است. یکی واقعا خیلی چی بود، آدمی بود که نفوذ داشت. امروز اینم دیگه در زندان است، خدا میدونه که آزاد میشود یا نمیشود. اگر این حکومت یک ذره انصاف میداشت، این آدمایی که برای حکومت نه، برای تاجیکستان، برای صلح، برای امنیت دروغی اینا خدمت کردن آزاد میکنن. وقتی من شما گفتم در این دوام صحبت که محمد رضا اسکندر یکی از لیبیمچیک های دوست داشته های امام علی رحمانوف بود. برای چی؟ سال 1998 وقتی که محمود خدایبردی و پلکانی خدایبردی و ولایت لینین‌آباد و ولایت سوخت در دوام 4 ساعت پور گرفت، رحمانوف در حالت شاک بود و آماده بود که گریزد. حتی یوری باتورین مشاوری بریس یلتسین به مسکو آمده بود. بعدی که از مسکو آمد، یوری باتورین اعضای ریدکردگی نوی گزیت هم بود. برای این با واسطه دوستای نوی گزیت ما با صحبت کردیم. گفت که رحمانوف نمیخواست که از تلویزیون برآمده صحبت کند، فقط میگو ما باید یاردم تیر، ما باید یکجا پنهان شویم. بعد من در یک عرق، یک استکانی 200 گرمه برای رحمانوف ریختم، یک استکان برای خودم مجبور کردم نوشید. بعد رفت از تلویزیون برآمد کرد. از این پیش چیکار کرد رحمانوف؟ همه اپوزیسیون جمع کرد. حتی اون وقت میرزا زیایف در چی بود؟ در طویل دره بود. نمیخواستن باید منصب کنن، اصلا نمیخواستن که میرزا زیایف در حکومت باشد. و هم آوردن در این دچه همه مهمون کردن. رحمانوف پیش پای اونا غلطی که وای التماس همین دفعه من نجات دید، من هر کاری که شما میخواید میکنم. حتی به قرآن قسم خورده بود که میرزا زیایف وزیر دفاع میماند و در سرکوب کردن آشوب محمود خدایبردی اگر اپوزیسیون نمیشد، خود رحمانوف شاید نمیدونم یا در زندان بود یا در یکون گوشه دنیا مثل ما مهاجر بود. و خدمت اسکندر رو در چی است؟ از همون تیم محمود خدایبردی در هر یک کماند، در هر یک تیم یک پلید، یک کسی هست. یک نفر بود به نام گنرال محمد جانوف، یادتون باشد. یک وقتا این کامی ریسپوبلیکا بود، گنرال محمد جانوف. و در مسکو وقتی که من آمدم، یک بار من مسکو آمدم، گفتن که این یک آدم زور پیدا شده است، این میتواند پرزیدنت تاجیکستان باشد. بعد رفتم با این گنرال شناس شدم. در این میز کیتلش آویختگی در کجا دربان، حتی خواستن دربارش مقاله نویسم. بعد وقتی که اسکندر اومد، من گفتم اسکندر بیا، گفتم من که با آدم عجیب شناس میکنم. گفت کی است؟ گنرال محمد جانوف. گفتم. خندید اسکندر رو. گفت اول خودت دور گیر. من برای چی؟
گفت این گفت همین محمود همین فروخته بود. این همون وقت وای بود محمد روزی که چی اون کمیته وای بود، کمیته بنام حالتهای فوق‌العاده، نمیدونم کدام کمیته حالتهای فوق‌العاده. بله محمد جانو در وای بود. محمد جانو در چی در ولایت بود، نماینده ولایت، یعنی آدمی که به اسکندر اطاعت میکنه. و ما در رستوران شدیم، مثلا محمد روزی میتونه که در پیش ما هم گپای زنی. گفت های اشکال ندارد. ما شدیم در چی در رستوران. بعد من اکی محمد روزی همین چخیل بود و روزای به شما زنگ زدنی گنرال محمد جانو. بعد نه همین خیلی بود که گنرال بسیار کار خوب کردن، با من زنگ میزدن، حسابات میدادن که بچه های پلکان خودبری در کجا هستن، در کجا نیستن، همه برای من حسابات میداد. من گپای برحمان میرسوندم که کی در کجا هست و چه وضعیت دارد. تصور کنید. بعد این محمد جان عصبی شد و خیلی تیله داد تریل که چی دکتر جان خواهی زنی ما چه پروکاچی. مثلا نه توضیح بدم برای این پلیتی ها جواب میدیم. بعد همونجا پیش خودش تلفن کردم به محمود، با این توشکان در میرفت می آمد. مثلا این کسی این دوستانی چه فروختنی تو، چه خیانت کردن به تو. انا بعدی انا همین حادثه مناسبتی رحمان با اسکندر تماما مناسبتی چی بود؟ مناسبتی مخصوص. و بعدی همین هم با اپوزیسیون فریب کرد. با میرزا ضیاء وزیر دفاع نموند، به جای اسکندر و میرزا ضیاء همون وزیر حالتهای فوق‌العاده موند. بعدهای دیگرش اجرا نکرد. با دیگه همه فریب کرد و گشت چیزی که امروز فریب میکند. برای همین باور کنید اگر اسکندر و بنگ میرفت، اگر اسکندر در گفتشنیدهایی که من اشتراک داشتم، گفته های نماینده های کشورهای میکرد، با دستگیری که مرد در داخل داشت در بین آدمایی که در امنیت و در انویدی و در ساختارهای قدرتی کار میکردن، میتونست که در یک شب حکومت گیرد. حتی به همین خاطر رحمان میخواست، میتوانست که این آدم آزاد کند مثل محبوسای سیاسی دیگر، اما رحمان به کسی رحم ندارد. رحمان کسی را نمیبخشد. رحمان آدمی بود که شعارش همین بود: اپوزیسیون تا کودک گهوارش کشتن در کار. لیکن من حیران هستم اونایی که دعوای سیاستمداری میکنن، دعوای دینداری میکنن، دعوای ایمانداری میکنن، دعوای وطنداری میکنن، عمر رحمانو رو دراز کردن. رحمانو تا آمدن اپوزیسیون اقلا خانه نداشت، خودش ریمنشی کس میکرد، خانه نداشت، در دشت زندگی میکرد. عزیز ما در دنقره بود. بعد آمدن اپوزیسیون، بعد صلح دروغی، عباره جناب عالی پیدا شد، پیشوا پیدا شد، همه اینا فریب کرد و همین اپوزیسیون مساعدت کرد که رحمانو حاکمی یگانه این تاجیکستان شود. در تمام جنایت هایی که رحمانو کرد 50% همین جنایت ها به دوش مخالفین، به دوش اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، مخصوصا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. درباره حزب گفتیم. یک سوال دیگر داشتم. من اول میخواستم یک فکری شخصی شما را فهمم که همون حزب دموکراتی تاجیکستان که در دوره سرداری محمد روزی اسکندرов بود و حزب حاضر دموکرات یگان توافق هست، یگان پیشروی هست. چشم با هم میتدم این دوزکا نه تنها جوانی های اسکندر و به هزاران اسکندرها را گرفتند، نه تنها زندگی اینها را دزدیدند، نه تنها دنیای اینها را دزدیدند، بلکه حتی حزب هم دزدیدند. تصور کنید همین حزب دموکراتی که امروز هست این حزب اسکندرov است. اینها دزدیدند و به یک نفری که نامش هم نمیدونم، یک بیسوادی بیخردی، یک فقط به خاطر آن که اسپرخوار است، یعنی از همون منطقه به هم معلوم آوردن حزب دوزیل به دست این دادن. و بعضی روشنفکرای تاجیک مثل احمدشاه کاملزاده که دعوای از ملت و از وطن گپ میزنن، اگر به صفحه فیسبوکش درای گمان میکنی که در تاجیکستان یک آزاداندیش هست، در تاجیکستان یک علامه هست، همین احمدشاه کاملو. یک همین احمدشاه کاملو هم در همین حزب نه تنها همراه بود،
بلکه یکی از آدمایی که در دزدی همین حزب، در با رسمیت شناختن همین حزب اینم اشتراک کرد. بدبختی ما در چی؟ بدبختی ما این که ما یک ملتی هستیم که برایش آبیار و کوزه شکن یکیست. ما یک ملتی هستیم که تا هنوز سفید نمیگوییم و سیاه نمیگوییم. بدبختی میداد رحمان و همیشه میگویم رحمان و توانا نیست، رحمان و توانا نیست، ما ناتوانیم، ما غلامیم، ما زندگی همین غلامیه. من به سیاست کار ندارم. شعار یک گروه ما پروا نکنید همش نظم میشود. گروه دیگر ما با سری بلند بر میگردیم. اما گروه چهارم شکرانه کنید با اون گروه دیگر هست. تاجیکستان به پیش. کجا به پیش؟ از این پیش به کجا میروی؟ در یک ورطه، در یک جری، نمیدانم در یک چاه این ملت امروز فرو افتاده است که من نمیدانم کی این ملت میتواند از این چاه نجات دهد. و من باور دارم که همین تاجیکای ما، ببخشید، من باور دارم که همین تاجیک امروزه، تاجیک عصر 21، هر کسی که دست دراز کند که بیاید من شما از چاه میکشم، خودی همون دستی درازی آدمی که میخواست از چاه کشد به چاه تیره میکنن، به همون چاه میکشن. مثل همون انکدوتی مشهور، همون لطیفه مشهور. خواهش میکنم همین لطیفه بسیار لطیفه و پر حکمت. مرحبا. در یک جا میروند که دو چاه، در یک چاه دو نفر آدم ایستادگی است و در گیردش آدم بسیار ایستادگی. میگه چی دو کسی اینقدر آدم بسیار در گیر چاه ایستادگی؟ 2 یا 3 آدم در دوره شاهتان. من میگم اینجا یهودی ها هستن. یکیش کفتش ماند، دویمش به کفتی میبرد و بالا میبرد، با دستی سیمی میگه اینو همیشه آزاد بشن. یک جای دیگه میره 100 تاجیک در یک چاه، یگان پاسبان نیست، یگان قراول نیست. میگه چرا این چی معجزه است؟ میگه نه تاجیک ها هستن، اینا باید در کار نه پاسبان. اما یک تاش که بالا برآمدنی شود دیگراش حتما اپوش میکشن. انا همین خصلتی امروزی تاجیکی ما. من وابسته به همین محض درباره تمام زندانیا گپ نمیزنیم. برای هرچی تیزتر آزاد شدن محمد روزی اسکندرов مثال چی راه هست. ببینید 23 سال دادن به محمد روزی اسکندرов سال 2005، 28 سال باید برای 6 سال دیگر موند. همین با ما میدونیم که یگان اف تطبیق نمیشود نسبت این انسان. عموما اف یگان تطبیق شدگی نیست. خیلی مناسبت با گفته همین منصور جان عمرov سالی گذشته گفته بود است که سلامتیش خوب است، با کسلی کووید گرفتار نشده است. محمد روزی اسکندرov رو در زندان رئیس گفته مراجعت میکنم با او، مناسبتش با زندانی ها و با زندانبانی ها خوب است. ولی به هر حال زندان است. یگان راه بطورید مثال پیشنهاد کنید یا که برای هرچی تیزتر آزاد کردن این شخص. میدونید در کشوری که جنایتکار در آزادی است و بیگناه در زندان، یگان وقت یگان پیشروی نمی رود. لعنت به اونهایی که با مردم میندار میکنن که شکر گوید، به جناب عالی شکرانه گوید، کیمچی گوید، بالای بتر گوید که همین آدم زنده است و سلامتیش خوب است. تصور نمیکنن که یک آدم 30 سال، 20 سال، 25 سال، 15 سال زندان میکنن بیگناه، تماما بیگناه و با مینداری هم میکنن و به خیش تباراش هم میگن به یگان جا عرض نکنی همش خوب میشود. من به یک میدونید تا 20 سالگی آدم میتونه رمانتیک باشد، تا 30 سالگی زیادش، یکی یک اون رمانتیک بودن الکه شرمندگی است. ما نه سازمان ملت، نه OBC سازمان امنیت و همکاری اروپا، نه سفارت های غربی، یگان نفری آنها نه در غم مردم ما هستند، نه در غم زندانیان ما. همه آنها، هم امریکایی، هم فرانسوی، هم آلمانی، هم عرب، هم ایرانی، همشان در فکر آن هستند که با رحمان و مناسبت خوب داشته باشند. چرا؟ برای آنکه اپوزیت تاجیک
نتوانست که از خودش درک دهد. صدای ما در سالن‌های سیاسی دنیا نمیشنوند. بدبختانه زمانی بود که میشنیدن، حاضر نمیشنوند. ما باید که مردم با چهارمغز پوچ جیب کیسه مردم پر نکنیم. ما باید راه دیگر بگیریم. راه دیگر چی است؟ انتخابات راه نیست. یک گردی همایی راه نیست. پس چی؟ باید اعتراف کرد یگانه راهی که میماند این با پنهانکاری گذاشتن، این جنگ چریکی و میدان کشیدن پیشمرگه ها و میدان کشیدن پارتیزان ها. خود حکومت مجبور میکند که مخالفینه که مثل اسکندر بودن، مخالفینه که مثل ما مثل دیگرها بودن که یک پدوشک بیزپاسنوستی برای حکومت بودن. وقتی که تیاره اوری کرد همون پدوشک بیزپاسنوستی همون آدم رو نجات میدهد. رحمانوف نمیخواد یک اپوزیسیون باشد که پگاه حکومت تغییر یابد، اینا مثل صدام حسین و مثل میلوشویچ نکشن، مثل نجیب نآویزن، فرزنداش و کاردار نشوند. اما رحمانوف، مقامات رحمانوف به هر راه کوشش میکنن که مردم به همون تنگنا وارد کنن. دیگر علاجی برای مخالفین امروزه نیست. این به امید سازمان ملل شدن، به کنفرانس ورشو رفتن، زنده با دموکرات گفتن، این افسانه برای تفلکایی که نه به دنیا میبینن شاید خوش باشد و کسی دیگر نیست. تمامی در همین بدبختی هایی که در همین 30 سال شد، شما یک بار دیدید که یک نفر همین غربی ها یا که سازمان های بین خلقی آزاد کرده باشند؟ حتی در روسیه که ما میگیم که فلان و فلان و فلان است، در همون روسیه در اساس قرارها آزاد میکنن مردم با وجود همین نابرابری و ناحقی ها. نه که در تاجیکستان همین یک سرچوپان به همه همینا و تمام همین عالمی غرب و شرق و جنوب و شمال و به همش میگه که من شمای کشتگی هستم. انا این رحمانو همینید بقگی زوری برای همین پروای یگان چی ندارد. و چیز دیگر تا مردم ما خودش تیار نشود، تا مردم ما خودش نفهمه که آزادی چیست، ما هیچ وقت به مقصد نمیرسیم. اگر من نمیدانم 1000 نفر دیگر بیاریم و جای تمام رهبرای اپوزیسیون، من نمیدونم با آدمای دیگر بیاریم، تماما شخصای دیگر، لیکن بازم این مردم نمیخیزد. بازم این مردم برای آزادی خودش مبارزه نمیبرند. بدبختی ما در همین است. ما در همین حادثه هایی که در مرز گذشت دیدیم، همه یکی وطن پرور شدن و وطندار شدن. لیکن این جنگ با یک بیگانه بود، با اجنبی بود. اما وقتی که در بدخشان بهترین فرزندهای بدخشان، فرزندهای بیگناهی بدخشان برای گرد همایی، برای اعتراض مثل فاشیست ها تیرباران کردن، این روشنفکرای شهدلی ما همیشه خاموش بودن. و برای من بسیار علم آور است. از یک جهت مردم بله ناامید میشن، لیکن باید امید دروغ به مردم دادن کار نیست. من نمیدونم چی سخن، چی حدیث، چی کلمه، چی حکمت باید یافت که به گوش مردم تاجیک درآید و این مردم بیدار شوند. این مردمی که نه به قدر زندانی ها میرسند. شما گمان میکنید که همین زندانی ها، همین نفرهایی که جانشان سپر کردند، از بحر زندگیشان گذشتن، کشته شدن یا زندان شدن، یک تاجیک پیدا میشد که به دروازه اونا تک تک کند یا به پنجره اونا، به خانواده اونا گوید که خواهر برادر به تو چی کمک کنم. برای من بسیار علم آور است که حاضرم میشنوم که عائله های بعضی زندانی های سیاسی در بدر اداره های خانی مردم میگردن که پول پیدا کنن و برای همون برادر، شوهر یا نمیدانم خیش خودشان یک حب، یک تبلیغ کنن. این است بدبختی. بله راست گفتید. بله راست گفتید. باور میکنید شخصا خودی من گمان میکنم که
امروز در تاجیکستان بهترین مردها در همون زندان هستند. از همین آدمایی که در بیرون هستند در بین همونا بودن به نام خدا در بین هم پیش محمد روزی و رحمت الله و بزرگمهر و نورالدین و نامهای دیگرش نمیتونم از یاد بگم، در بین اونا بودن خوبتر است، زیرا اونا آزاد هستند. لیکن ما آزاد نیستیم. ما غلام نفسیم، ما غلام شهوتیم، ما غلام بازی های سیاسیم، ما غلام یک چیزای کوچک هستیم، ما غلام خودپرستی هستیم. لیکن اونا آزاد هستند و اونا درباره آزادی فکر میکنند، ما نه. برای اینکه ما نمیدانیم که آزادی چیست. نخواد آدم برای آنکه به قدر آزادی رسد حتما باید زندان شود. نخواد برای آنکه آدم به قدر آزادی رسد حتما بی‌وطن شود. نخواد آدم به خاطر آنکه از آزادی سخن گوید مثل عمر علی قوت کشته شود و مثل ده ها و صدهای دیگر. امروز تاجیکستان تمام، اگر تاجیکستان گیریم، یک زندان است. تمام مردمی که در تاجیکستان هستند زندانی هستند، خودشون احساس نمی کنند. زندانی ها به چند گروه هستند. یک گروه هستند که در کامیرهای بهتر، یک گروه دیگه هستند که در همون نزد پرشه خوب میکنن، یک زندگی سگانه دارند. یک گروه دیگه هستند که اشکمشون سیرتر است، دیگه هم خوب میکنن، لیکن نمیدونن که در زندان هستند. واقعا تاجیکستان این دیکتاتوری هم گویم نمیشد، خودکامگی هم گویم نمیشد، خانوادگی هم گویم نمیشد. در تمام دنیا ورق زنید، به حضرت گوگل یک سفر کنید، در یگان جای دنیا همیخیلی یک حکمتی، همیخیلی یک حکمت نیست. یک حکمتی که تصور کنید پسرش تماما شاید خوندن نتوند، رئیس شهر، رئیس مجلس عالی، دخترش رئیس دستگاه، دخترش سفیر، دومادش فلان، سگش فلان. اگر باور دارم که سگ، پیشک، خرگوش، روباه، مور، خروس اگر گپ زدن میتونستن و شکل آدمی میداشتن یا که با آدم مادم میشدن، حتما یا سفیر یا وزیر یا رئیس دستگاه یا تاجر در حکومت رحمانوف بودن. حتما. استاد یک لحظه شما رو میبریم، برای که باز یک سوال دیگه هم دارم. درباره شما شناستر هستید، از نزدیک محمد روزی اسکندر رو میشناسید و خود میخواستم یک شخص رو گوش کنیم، داوود. نمیدونم شاید این یگان سخنی دیگری درباره محمد روزی اسکندر گپ میزند، شاید از طرفی حکومت باشد، گوید که در حقیقت این محبوس سیاسی جنایتکار است، میلیون دلارای توجیه گاز رو دزدیده است و یراق داشته است، آدم کشی کرده است. اول یک میخواستیم شنویم داوود رو اگر باشد، بعد برمیگردیم یک سوالی یا شخصی هم داشتم به شما. مرحمت کارگردان داوود رو همراه کنید. چی میگه داوود؟ شناس شویم. میکروفونشون کشتگی ها. خیلی تو پیدا شدن داوود، یک سوال به شما محترم دادا جان. چند وقت پیش امام علی رحمان یک سخن گفته بود در برآمدش با جوانای گوجه. من هم خیلی گوشم نمیکنم، دقتم نمیکنم، همه گپشون یک. اون گفته بود که به سیاست کاردار نشوید، گویی به سیاست کاردار شدن یک جنایت است و دیگر شما رو به ورطه هلاکت و به همون تیم و نمیدونم به لشکرگاهی مخالفان و جنایتکاران خائنان میبرند. سوال چنین که همین محمد روزی اسکندر هم چخیل به سیاست پیوست شد. من در گوجه خوندم که در اول هنگامی که گروه رستاخیز تشکیل میشد در همونجا اشتراک میکرد، او اعضای رستاخیز بود نبود، چخیل به این نوت پیوست به سیاست، چخیل این پیوست شد؟
من در یک عقیده هستم، شاید خطا کنم. من بران هستم که بعضی خصلت ها مادرزاده هستند، یعنی بعضی خصلت که خدا داده هستند، مثلا استعداد، آزادی خواهی، سربلندی. مثلا یاد گرفتن ممکن که مثلا چه در رستوران ششتن، چه در مجلس ششتن، چه ویلکه داشتن یا کار در کدام داشتن، یاد گرفتن ممکن، یا که پول چه صرف کردن، تاجر شدن. دیگه بعضی چیزایی هست که باید در خون آدم باشد، جوان مردی، نمیدونم سخاوتمندی، همت، این چیزا. و اسکندر ولی در چی بود؟ در استاخیز نه، در حزب دموکراتی تاجیکستان که زمان شاولون یوسف بود، همون وقت به این در اطراف این حزب میگشت و همون وقت بین رستاخیز و بین حزب دموکرات هم چی نبود؟ رقابت نبود. بسیار آدما هم در رستاخیز بودن، هم در حزب دموکرات بودن. یک دوره طلایی تاجیکستان بود. من برای چی اسکندر رو دوست می‌دارم؟ اسکندر وقتی مخالف شد، وقتی با اپوزیسیون گذشت که در سر قدرت بود، وزیر بود. وزیر با چیزی میگن وزیر و ارکه رحمانوف بود. میتونست که آرام زندگی کند، سروزیر شود، این اون شود، اصلا مشکلی نداشته باشد. لیکن این آدمی بود که در عین پرواز، در عین شهرت، در عین قدرت گفت نه، من دیگر با رحمانوف همراه نیستم. انا برای انا همین من اسکندر رو دوست می‌دارم. و یک مثال می‌دارم. سال 2004 وقتی که همین امام علی رحمانوف با فشار سازمان‌های بین‌الخلقی و دیگران من امنیست کرد، یعنی عفو کرد با یک اوکازی مخصوصش. البته این خنده آور بود. شما خودتون حقوق‌شناس بهترین هستید، میدونید که درباره شخصی که قرار سود نشده است چقدر میتوان کرد، امنیست کرد، یعنی عفو کرد. با جدین برای من چی بود؟ من هم کم راستی گفت دارم، همون اوانتوریستی میگوین یا که چی میگوین، ماجراجویی. ما رفتیم دوشنبه همراه تلویزیون ایردی آلمان، گازت کمیرسند، یک ژورنالیست از لندن و چند نفر دیگه، خلاصه ما رفتیم. شناسایی نزدیک من با اسکندر همونجا شد. اسکندر رو آمد با ما واخورد. این همون روز عجایبش همین که در آفیس اسکندر رو تصور کنید، واقعا یه وقتا در تاجیکستان دموکرات بوده است. در آفیس اسکندر رو که از کسی پرزیدنت شاید 5 متر 50 100 متر باشد، ما کنفرانس مطبوعات دادم. شاید از تصور بیرون هستیم. و بعد همون روز با رفتیم اسکندر بود ما با مهمانا ورزاب. عجایبش همین که اسکندر همیشه می آمد، بعد شاه سلام شاه می آمد، شاه اسکندر رو از اپوزیسیون و چند نفر دیگر از آدمایی که نمیشناختن، سلطان قوت خدا رحمت کنه، آدمی که یگان وارد دیدم هر روز می آمد همون مهمانخانه که ما بودیم. انا تصور کرد همونجا من گمان کردم که دوستایی که از اپوزیسیون بودن، از اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان اوتا که همراهشون 5 سال در یک سنگر بودیم و من گفتن که مجاهدی رقم یک ما دوشنبه برگردیم به نام تو کوچه میمونیم، خیابان میمونیم، اینو اونو بالای بتر. یگان نفر از همین اوتا، یگان نفر به غیر محمد رضا اسکندر رو، شاه اسکندر رو، سلام شاه و چند نفر بچه کماندان دیگر یگان کس دیگر اومدگی نیست. انا اینم گفت درباره انمون مخالفین فروخته شده میرود، مخالفینه که یارای خودشون رو میفروشن، مخالفینه که حریف دوستای خودشون، همسفر و هم رمزای خودشون رو فروختن. خدا برای همه خیانتشون اینو زد. این شما تصور میکنید من واقعا با امید آمده بودم، با باور داشتم که همین یارای سابق میدونن خبرگیری یکی میترسیدن که حتی تلفن کنن یا همونجا پیداشن، با واسه دیگرها پیغام میفرستن که ما می اومدیم خبرگیری، یکی گردی مهمانخانه شما پولی که گیبشنیکا برای اومدن نمیتونستیم. انا این هم جسارت اسکندر بود که ناترسیده بی‌باکانه در همون پرس کانفرنس میگذارد که
همین زل پروپوری آدما بود. شاید همون شاهدای همین پریس کانفرنس زیاد باشه، تقریبا 150-200 نفر آدم بود. یک نفر اسکندر من یک خواهش کرد پیش از همون سرشدن کنفرانس مطبوعات. دکتر جان گفت تو در همین تاجیکستان هستی؟ بعد همین پرزیدنت هر نتیجه امنیست کرد، اپ کرد و کسی مخصوص خواهش میکنم گپ سخت گپ نزن. و من خودم راضی شدم، مرش میتونم خودم به خودم فکر کردم که اگر ما حاضر برای ما از منبر گپای دیگر بگم، مردم میگن دروغ بوده است، منافق بوده است. در گزیتش یک چی میگه، در تلویزیون‌های رسانه یک چی میگه، در مطبوعات یک چی میگه، روز عمرش یک به معنیش کشیده است. که بعد در همین اندیشه بودن که خدا به شکر یک نفر هست، ظفر عبدالله، در یادم سخت هست، ژورنالیست، به زبان روسی سوال داد که شما گمان نمیکنید که شما ملت تاجیک تحقیر میکنید؟ برای اون که ملت تاجیک به رحمان آواز داد، شما به ضد رأی ملت هستید و تنقیدهای شما، تحقیرهای شما به حق رحمان و این به حق ملت است. دیگه برای من خدا داد و من سر کردم که من رحمانوف یگان وقت پرزیدنت حساب نمیکنم. رحمانوف در یگان انتخابات مردانه عادلانه پیروز نآمده است. همه انتخابات هایی که در زمان رحمانوف بودن، اینا همش چی بودن؟ اینا یک نمایش بودن. حتی بعد همین مثلا اسکندر اما نه خفه شد، نه یگم گفت، فقط خندید که گفت که چی کار رسوا کنیم. بعد ما زدیم رفتیم ورزاب و همین روزای با روزی گسیل هم ما همین اسکندر اومد گسیل کرد. و نمیدونم آدم باید نیکی فراموش نکند. اونجا همه گذشته من کیم چیه در همین پروگرام دوشنبه دیگه وای کردن، نمیدونستن چیکار کنن. همین یک نفر از پشت میگشت اینا پر کنن دون کنم حجتای چی این اون. من گمان کردم که آلمانی ها گذشتن رفتن، ژورنالیست ها گذشتن رفتن، خودم در بیرون موندم. من تمام اینا که پرواز کردن منو بازداشت میکنن که بعد در سمالیات سوار شدم. بعد یک نفری که همون از پس من میگشت وقتی که به سمالیات سوار شدم یک گپی عجیب بود. نگاه کردی هیچ کس نیست. من گفتم من بچه ایشانی فلان آدم هستم، از کوداب هستم، من مخلص تو هستم، من با این خاطر تو همینجا گیرد تو گشتم که با یگان کس یگان پروکاسی نکنه. و بعد در همون سالا در همون بیزنس کلاس باید دیدم یک نفری که بسیار به غفور و گنرال غفور میرزای مانند بود. بعد فهمه عبدالرسول و غفور هم وقتی میبیاد میبیند که کیمچی غفور در باری من، غفور میگه نه شما نباید این آدم رو بازداشت کنید به خاطر آن که این آدم بعدی امنیست و عفو پرزیدنت آمده است. و اون وقتا که همون شب و روز رحمان هم در ترکیه بود. نمیدونم این قدرتی من، البته این قدرت خدا است، این لطف خدا مرحمت الهی است، نه که همین اسکندر و غفور میرزایی سبب شده که من در همون ایرپورت دوشنبه بازداشت نشدم. من همین نیکی هر دی همینای یگان وقت فراموش نمیکنم. تشکر و این زیاد. رو دیلم برای همین غفور میرزایی فهم میسوزه. غفور میرزایی که حیاتش برای همین ایمان رحمان بخشید. و واقعا این یکی از تقدیر همین نزدیکان دیکتاتوران همین خیلی است. دیکتاتور تون وقتی که یک قطره حس پیدا کرد که همین آدم با من خطر دارد در آینده و خشت آورم باشد به فکرم پسر خودشم باشد از بین میبرد یا زندانی میکند. جمشید شاید دریا داشته باشید. یک زمانی بود که غفور میرزا یک اوشوبی کوچک برداشته بود، میخواستن گواردی برهم تنو بالای بتر. بعد گشته این با رحمان رو آشتی کرد و من با غفور در مسکو واخیدم. من دیدم که شما چی به همین باور کردید؟ این میتونه حتما یک روز نقار میگرد. بعد غفور گفت که نه، گفت رئیس گفت به قرآن قسم خورد، رئیس به قرآن قسم خورد. من امیدوار هستم که اپوزیسیون نزنند، مخالفین نزنند، زندانی ها نزنند، پیشمرگه ها نزنند. خدا حتما جزای این توبه کردم فقط به زبانم کلمه های و واژه های بد میبینند که همین آدمه ما در زندگیش بینیم چقدر که هیکلی نظربایف چاپه کردن، چقدر که نام شهری از نام نظربایف گرفتن، دوماتاش زندان کردن. من فقط خدا میگم که همین آدم زنده باشد و یک بار بیند که
عدالت چیست. من وعده میدهم که اگر تغییرات شود ما برای امام علی رحمان بهترین ادوکات میگیریم. بهترین ادوکات در ویب کامera، در بهترین کامera جمع میکنیم و از خویش تبارش در صورت بازگرداندن بایگری هایش، دزدی هایش، ثروتش کفالت میدیم که به پای یگان فرزندی وی و یگان خویش تباری وی خور نمیخورند. لیکن خودش در نزد سود جواب میدهد، سود مهلت معین میکند و بازم حکمت نو رحمان و آزاد میکند که در یک کنجک در یک خانه بهترین با یکی از همون دوست داشته هایش زندگی خواهد کرد. این کفالتی وطندار به امام علی رحمان. تشکر زیاد استاد. این حال باز یک نفر دیگر هم در اومده است. من خیلی که گفتم بسیار هم میخواهم یک آدم در آید و با جای تعریف تنقید کند و سخن به حکیم داده می شود. خیلی که نباشد سخنتون ما گوش میکنیم. مرحمت. سلام علیکم. و علیکم السلام. رودا جان شیخی دودو جان تشکر زیاد. سلامت باشید. خوش آمدید. برنامه ما درباره زندانیان سیاسی است و امروز درباره پرونده محمد روزی اسکندر گپ میزنیم که کی بازداشت شد، چه خیلی بازداشت شد، چی سبب ها بود برای همین بازداشت شدن، چی اساس داشت حکومت، یا اینکه درباره خصلت های همین آدم، خصلت های انسانی فردی، تو اینکه اهالی قهرمانای خود رو شناسه. خیلی که نو دادا جان طولویف گفت حتما ما باوری داریم که عدالت برقرار می شود. یک روز نه یک روز با شیشتن 28 سال و 29 سال و 30 سال یا که 40 سال این انسان ها امیدواریم که به آزادی می برایند و سفید کرده می شوند. مرحمت حکیم. خب من همین محمد سعید روزی من باور کنید بار اول نامشون فهمیدم من نمیشناختم یادم. خیلی هم در شبکه اجتماعی اگر پیش ممکن دیده باشم یکی نمیشناختم، همه خیلی یک سیاستمدار بودن و همه خیلی ترمه شده بود اصلا. سابق رئیس حزب دموکرات، یکی از کماندان های نیروهای اپوزیسیون تاجیک، رئیس کنسرن تاجیک گاز، تاجیک کامون سرویس، یکی از نزدیکان امام علی رحمان، آدمی که سال 2003 سال با وارد کردن تغییرات و ایلوه ها به سرقانون جمهوری تاجیکستان اوید یک بار دیگر از نو مهلت دراز کردن و گفتی زبان حاضره ابنولیت کرده بودن پوتین مثل سروکشون برای همون برآمد کرده است و در برمزی نوروزگی به استعفا میبراید. من کوتاه گفتم. من میخوام به همین زیاد برادر عزیز یه لحظه باشید. اینجا گناه شما نیست، اینجا گناه ما است، گناه روشنفکرها هستند، گناه حرکت‌های سیاسی تاجیکستان است که ما گذشته فراموش میکنیم. ما به قدر آدمایی که برای آزادی جان نثار کرده نمیرسیم. ما تاریخ 100 ساله 1000 ساله نمیگیم، حتی تاریخ استقلال نمیدانیم. اون هر یک نفری که به میدان میباید میگه که آزادی از من سر شد، توبه کردم بعد کردم. آخه تو دین حالا این خودی آن که یک مور میاد و میگه که همین من اولین بار در تاجیکستان من تخم آوردم. بدبختی ما در همین است که ما به قدر بهترین های خودمون نمیرسیم. من کم دیدم که یک کس از بورینیسا بیردیو یاد کند، از اصلی صاحب نظر رو یاد کند، از استاد نوری یاد کند، از محمد شریف همتزاده یاد کند، از همین زندانی هایی که حاضر در زندان یاد کند، از جوانایی که از بدخشان از آخرین سجدگاه تاجیکستان، از پنشیر تاجیکستان اینا رو وارد زندان کردن. همه جای مردم بدخشان نشان دادن که از همه بالا هستند، از همه سربلند هستند. در بین ولایت ها حاضر
مقداری زندانیان سیاسی از همه از بدخشان بیشتر است. اینا باید نشون داده است. برای اینکه یگان وقت غلام زندانی سیاسی نمیشن، این سرای بلند زندانی سیاسی میشن. برای من اردن شرف، اردن نپولیون، اردن سنگک سفر و اردن تردیبوی، تردیقلو برای بهتر معنی ندارد. بهترین اردن، بهترین عنوان، بهترین رتبه زندانی سیاسی است. انشاءالله روزی می شود که همین سطر، همین دو واژه باعث افتخار می شود و خدا می گویم و هر روز نیایش میکنیم که روزی شود که دروازه های زندان ها گشاده شوند و در روبرو ما همون برادرای عزیز خودمایم، برادرای بهترین خودمایم پیشواز گیریم و انا همین زندانی های سیاسی انا همینا میتوانند وجدان ملت، ناموس ملت و بهترین حاکمای ملت باشند. برای اینا که اینا هم عذاب دیدن، هم اذیت دیدن و هم به قدر آزادی میرسند. من میخواهم که در همون روزی که ما با همین زندانی های خودمون با میخوریم، در دست ما یک پلاکتی درازتر از پرچم تاجیکستان باشد، بلندتر از اون خوده های گوری تاجیکستان باشد، از گرب تاجیکستان باشد، از خوده قبر شاهنشاه باشد و در همونجا یک بیت باشد: تو شاهینی قفس بشکن که تو شاهینی قفس بشکن به پرواز آو و مستی کن که بر آزادگان داغی اسارت سخت ننگین است. تو شاهینی قفس بشکن و پرواز آو و مستی کن که بر آزادگان داغی اسارت سخت ننگین است. تشکری زیاد بود. تشکر زیاد. بهترین تمنیات. باور کنید دیگر یگون چیزی خاتموی هم در همین برنامه دیگر گفته هم نمی شود. من تشکر میکنم شما رو هم دودو جان عطاالله، هم حکیم و همون داودی هم که در اومدن نتونست برای اشتراک در برنامه ما خاطر رسان میکنیم که این یکم سلسله برنامه های ما درباره محبوسان سیاسی است و در این نوبت ما درباره محمد روزی اسکندرов گپ زدیم. برای معلومات بیشتر شما میتونید که با سامانه ما، با سامانه رسمی ما، سایت ما بزرگمهر فاوندیشن درآیید. ما در آنجا حد امکان اون نوار، صورت، ثبت، موادهای حجت‌های مثال قرار سازمان ملل متحد هست از سال 2011 اویدی بچینو چرا به شرط آزاد کردن محمد روزی اسکندرov همه اونها رو نشر میکنیم و میتونید با پرونده همین شخص شناس شوید. محمد روزی اسکندرov شخص که پرونده نیست که در مدت یک یا که یک و نیم ساعت با پرگی گفته شود. برای این کسی که میخواهد داند باید جوید، آموزد و حتما یک خلاصه برآوری کند. در همین جا دوستان گرامی یک بار دیگر تشکر زیاد میگویم که اشتراک کردید در برنامه ما. همه شما رو خیر مقدم و از تماشابینان خواهش کرده می شود که برنامه ما رو پیگیری کنند، لایک کنند، به سامانه های ما در آمده با موادها و کارکرد ما شناس شوند. همچنین ابونه شدن رو در کانال های ما فراموش نکنند. این برنامه محبوسان سیاسی بود. محمد روزی اسکندرov، من جمشید یارو بودم و اگر یگان سخنی خاتمه داشته باشید مرحمت. خدا با همراه تا دیدار در دوشنبه. قبول.